Hola a todas y todos. امروز قراره با هم بریم ساراگوسا، مرکز ایالت خودمختار آراگون. خب همونطور که میبینید اینجا ایستگاه قطار ساراگوسا هستش با 3 تا شرکت رنفه، اویگو و ایریو. شما میتونید به ساراگوسا بیایید. حدوداً 1 ساعت و ربع تا 1 ساعت و نیم تو راه هستید. اگه به ساراگوسا سفر کردید چند تا مکان دیدنی رو حتما باید ببینید. یکیشون پلاسیو دلا الخافریه هستش یا همون کاخ الجعفریه به عربی، و مورد بعدی کلیسای لاسئو هستش که کلیسای مرکزی ساراگوسا. بعدی باسیلیکا دل پیلار هست که یکی از مهمترین مراکز زیارتی برای مسیحیانه، و پل سنگی یا همون پوئنته د پیدرا. خب این بنایی که الان دیدید همون کاخ الجعفریه یا همون پلاسیو دلا الخافریا هستش. الان میریم جلوتر دقیقش رو نشونتون میدم. برای ورود به کاخ حتما باید یه ساعت مشخصی رو در نظر میگرفتید و بلیط اون ساعت رو تهیه میکردید. حدوداً 1 ساعت طول میکشه که کل کاخ رو ببینید و قیمتش هم حدود 7 یورو قیمت ورودیش. خب بعد از یک بازرسی کوچیک جلوی در ورودی وارد حیات کاخ الخافریا میشیم، یکی از شاهکارهای معماری اسپانیا که در شهر ساراگوسا قرار داره و بیش از 10 قرن تاریخ رو توی دل خودش جا داده. ساخت این کاخ به دوران پادشاهی ابوجعفر احمد بن هود المقتدر برمیگرده که حاکم طایفه ساراگوسا بوده در نیمه دوم قرن 11. بخش اسلامی کاخ که هنوز هم باقیه که همینجوری دارید میبینید طاق‌های اسلامی رو، در قرن 11 میلادی ساخته شده و نمونه بی‌نظیر از کاخ‌های این دوران با تاثیر از معماری امویان هستش. این کاخ شامل یک حیاط مستطیلی بزرگ با حوض در سمت جنوبش هست و 2 تا ایوان با طاق‌های چند شاخه و تزیینات گچی، همینجوری که دارید مشاهده میکنید توی تصویر. یه نمازخونه 8 ضلعی کوچیک هم هست با یک محراب با کنده‌کاری‌های خیلی ریز و ظریف. در سال 118 میلادی با فتح ساراگوسا توسط آلفونسوی اول کاخ وارد دوران مسیحی میشه و در قرون 12 تا 14 میلادی اینجا محل اقامت پادشاهان آراگون میشه. در این دوره بخشای چون کلیسای سن مارتین، اتاق سانتا ایزابل و کاخ مودخار که برای پدرو چهارم بوده ساخته میشن. وقتی که تو این کاخ قدم میزنید شما میتونید از 10 قرن تاریخ عبور کنید، از شکوه اسلامی قرن 11 تا قدرت پادشاهان کاتولیک و تحولات اسپانیا در دوران مدرن. وقتی که وارد کاخ میشید از پله‌ها باید بالا برید و موزه ها، آثار هنری هنرمندا و همچنین فضای کلی کاخ رو میتونید بازدید کنید. اینجا هم یک گودال خیلی عمیقی بود که مردم از بالا سکه هاشون رو مینداختن. در
سال 1492 میلادی پادشاهان کاتولیک ایزابل یکم و فرناندو دوم کاخی جدید بر روی سازه‌های اسلامی بنا کردند و معمار فرایک دگالی مسئول پروژه بوده. در سال 1593 میلادی به فرمان فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا، معمار ایتالیایی تیبورچو اسپانوکی طرح نظامی برای تبدیل کاخ به یک قلعه مدرن را ارائه کرده. دیوارهای ضخیم با برج‌های 5 ضلعی و خندقی بزرگ ساخته شد تا علاوه بر جنبه دفاعی قدرت سلطنت رو هم به رخ بکشه. جالبه که بدونید در قرون 18 و 19 کاخ به عنوان پادگان نظامی استفاده شده، اما شهرت کاخ تنها به تاریخ سیاسیش محدود نمیشه. در سال 1836 میلادی نویسنده اهل چیکلانا آنتونیو گارسیا گوتیرش نمایشنامه معروف ال تروبادور رو روی صحنه میبره که بخشی از داستان اون توی برج تروبادور همین کاخ اجرا میشه. این اثر در سال 1853 میلادی الهام بخش اپرای مشهور ایل ترواتوره ساخته جوزپه وردی شده که به شهرت جهانی رسیده. از سال 1987 هم کاخ الخافریا به خانه پارلمان آراگون تبدیل شده، همینجور که دارین توی تصویر میبینید. اینجا هم یه نمایی از محل برگزاری مسابقات گاوبازی رو می‌بینید. تو این تصویر یک کلیسا می‌بینید، یک برج و دیوارهایی که به جا مونده که اسمشون هست مورایاس روماناس و در همین منطقه یک مرکادو هم می‌بینید. اینجا این ورودی مرکادو هستش که یک بازار کوچیکه. اینجا هم وارد اون برج کنار مورایاس روماناس شدیم و حدوداً 95 تا پله داشت این برج. اگر رفتید و شمردید برای ما کامنت کنید. از بالای برج هم 4 طرف رو میشد دید و ویو خیلی زیبایی داشت. این بنای بسیار زیبا و با شکوه اسمش بود باسیلیکا دل پیلار.
که خب یک مکان زیارتی برای مسیحی هاست برای نیایش مریم مقدس. چند قدم اونورتر کلیسای اصلی رو میبینید یا همون LCO که اجازه فیلم برداری نداشتم از داخلش، اما بهم اجازه دادن عکس بگیرم، براتون عکس گرفتم و گذاشتم. و بعدش هم یه مصاحبه داریم با یک خانومی که برامون راجع به شیرینی مخصوص ساراگوسا صحبت کردن. Hola, estamos con Mercedes en Zaragoza. Vale, hola. Yo les voy a explicar lo que son los dos productos típicos de la ciudad, ¿vale? Uno de ellos es la fruta de Aragón. La fruta de Aragón consiste en 6 diferentes tipos de fruta que seleccionamos y confitamos. Las diferentes frutas son melocotón, albaricoque, pera, ciruela, guinda y naranja. Una vez seleccionadas y confitadas, las cortamos en pequeños trozos y se bañan en chocolate negro de una en una. Una vez hecho ese procedimiento, se deja que la fruta se una con el chocolate y se envuelve en diferentes papelitos de colores. Muchas gracias. Nada. و در نهایت هم پل سنگی رو داریم که روی رودخونه ابرو هستش، برمیگرده به قرن 15 میلادی و در شب ویوش واقعا زیباه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی و سفر بعدی، خدا نگهدار.